حکومت پاکستان روز 29 اکتبر گفت مذاکرات برای برقرار کردن آتشبس دائمی با افغانستان نتوانست راه حل عملی را پیدا کند و هشدار داد که برای محافظت شهروندانش اقدام می‌کند. پس از 4 روز مذاکره با طالبان در شهر استانبول، اطاعالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در پیامی در شبکه ایکس نوشت متاسفانه طرف افغانستان هیچ کفالتی نداد، از مسئله اصلی دیگر طرف رفت و به بازی گناهکار کردن و حیله‌گری گذشت. گفتگوی استانبول با میانجیگری قطر و ترکیه با هدف تامین صلح بین پاکستان و افغانستان بعد آن برگزار شد که درگیری‌ها در مرز بین نیروهای پاکستان و طالبان دهها کشته بر جای گذاشت. حمله‌های ارتش پاکستان در شهر کابل و ولایت پکتیکا صورت گرفت و سپس نیروهای طالبان در اطراف خط دیورند در مرز دو کشور به نیروهای پاکستانی حمله کردند. در جریان درگیری‌ها در اول همین ماه بیشتر از 70 نفر کشته شدند. درگیری بعد از ترکش‌های روز 9 اکتبر در کابل آغاز شد که طالبان آن حمله‌ها را کار دستی پاکستان می‌شمارند. پس از اینکه آتشبس اولیه 48 ساعته پایان یافت، آتشبس دوم روز 19 اکتبر در جریان مذاکرات در شهر دوحه پایتخت قطر برقرار شد. وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه دیگر باره طالبان را و پشتیبانی پیوسته از تروریستان متهم کرد که پاکستان را هدف می‌گیرند. پیش از آغاز مذاکرات در استانبول، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود که اگر مذاکرات نتیجه ندهد بین دو طرف جنگ آشکاری برمیخیزد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزیر امور داخلی طالبان روز 28 اکتبر گفت که به هر گونه حمله جواب می‌دهند که برای پاکستان و دیگران درس می شود. حکومت پاکستان ادعا می کند گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان در قلمرو به افغانستان فعالیت می‌برند و از آنجا حمله‌ها به خاک پاکستان را طرح‌ریزی می کنند. ادعایی که حکومت طالبان در افغانستان رد می کند.